يا رسول الله وقدوتنا لن ندع. به نام خداوند بخشنده و مهربان. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: الله خرسند و شاداب بگرداند کسی را که حدیث های ما را حفظ می کند و به دیگران می رساند. پس برادر ایمانیم، بعد از شنیدن این حدیث ما باید چنین نیت بکنیم تا حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم را بخوانیم، حفظ نماییم و به دیگران برسانیم. ما می توانیم اول این حدیث را به اهل و عیال خود، به فرزندان خود، به برادر و خواهران خود و به خویش و تباران و یار و دوستان خود برسانیم و ان شاء الله خداوند ما را خوشبخت و خوشحال می گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن